من این جوانی که پهلوی دستی راست من میبینید این یک جوانی بود که قشلاق بلاد آوردگی بود محله بلاد آمدگی بود مثلا 20 گرم عرق میخورد چون یک بطلقه مست شده توی مردکه ویران میکرد بعد توی حافظا به دوران تولد خونهشان میرفتن با عادت بنده چی بود که این پچک رساسه زلالی میگیر دور سیرتی بکنن سرطه بردار مردمانی که برداره خیزو بکشم اکا چرا تو سرخ نشدی اکا؟ ما خود ندارم اکا گفتن که تو از منم میترسی؟ که ما؟ ها ما از منم میترسم؟ بله نه ما از منم میترسم ها تو چی فکر کردی که من در دامره دا کرده که گذار میترسم؟ خوش نه من در دامره دا کرده که گذار میترسم میترسیه نه میترسم اکا چی بگه؟ با کارمندان رادیو وابشه از آنها بودن میترسه خونه را میره کارا را میکنه من خودم میکنه کودکا را میکنه دیدی میکنه شیش شیشه میکنه همه کارا 100% میکنه چی با میزانه میترسه ما وابشه نمیترسه ما پروسس آنها را حرمت میکنه کارمندان رادیو گوش کن همینطور از من که نترسی یک قدم با پیش رو یک پرابلم شده دکه با چی کن؟ این سرکای نمیتونی طرفخانه کارمندان رادیو سرکاش همش خبر کشن چون نیم قدم میمونم در پیش زن میگه که شد به اینجا یک قدم بود بعد ما در خریکا در بیرون خوب کدنی نشتیم اکا برادر بسیار نیاکل همه نی قدمک من این همی پتی قدم ندیمونم اکا تو در زندگی را میگردی؟ ما کارمندان رادیو را میگردیم او پیش نمیری قفا نمیری چی را میگردی؟ ما لخی را میگردیم سرود از طرف مردکا مخابل زنکا مخابل زنکا از طرف مردکا میخونیم 1 2 3 مردانی و ناموسیم غمخواره میدرسودیم مردانی و ناموسیم غمخواره میدرسودیم با صابونی در آمان ما جامن همه شویم با صابونی در آمان ما جامن همه شویم سرکرده این زنها مامای زلیخا بود ما همسر اویم او همسر ای ما بود خب رسیه رفتیم از دنبال ما رفتن در رو بدر و سوختیم خاکیستری ما رفتن در خانه هر یک مرد زنزیبی دیگر دارد در خانه هر یک مرد زنزیبی دیگر دارد ای همه بیسته کردش پروت بیدنکا مخابلی زنکا واه چی بوده؟ باز نشتن تلخشونه کما زهر است اگر چی زن زهریمان موری کبرا واه اناکوندا ای همه کندش زهرناکش گجوک زهر است اگر چی زن پچک لبک این زهر شکر دارد خلصت برای همون شکر میگنیم جاهن جاهن با صابون زنهامان ما مردان بناموسی جمهوری تاجیکستان خصوصا مردکایی در همین تالان جمع شدگیان خصوصا که تمام مردان خانه کارمندان خانه رادیو 100% جامعه میشویم یاره